قطعاً تا به حال تجربه کردید که در انجام بعضی کارها دچار استرس شدید شدید و در بعضی مواقع دیگه تونستید به خوبی شرایط رو مدیریت کنید. علت این امر دقیقاً به موضوع منطقه امن ذهنی شما برمیگرده. زمانی که در انجام فعالیتی دچار اضطراب و استرس هستید و نمیتونید اون رو به خوبی مدیریت کنید، یعنی انجام این کار خارج از منطقه امن ذهن شماست. اما برعکس، در انجام بعضی از کارها میتونید به راحتی عمل کنید و شرایط رو به خوبی کنترل کنید. منطقه امن ذهنی همون ایدئال ها و شرایطی هست که شما در اون احساس راحتی میکنید و دوست ندارید به هیچ عنوان از این شرایط خارج بشید. منطقه امن ذهنی شما با میزان استرس و اضطراب شما رابطه‌ای مستقیم داره و هرگاه بخواید از این منطقه خارج بشید و تجربیات جدید رو کسب کنید، بدون شک دچار استرس میشید. اما مهم اینه که برای دستیابی به اهدافتون باید از این منطقه خارج بشید. در غیر این صورت ممکنه پیشرفت و رشد شما تحت شعاع قرار بگیره و نتونید اونطور که باید زندگی خودتون رو پیش ببرید. کارهای روزانه‌ای که به طور مرتب در حال انجام اونها هستید و یا افرادی که همیشه به راحتی میتونید با اونها ارتباط برقرار کنید، همگی از جمله فعالیت‌هایی هستند که در منطقه امن ذهنی شما قرار دارن. در واقع منطقه امن ذهن برای هر فرد همون منطقه‌ایه که در اون هیچ گونه چالشی وجود نداره و شما ترجیح میدید که همونجا باقی بمونید. منطقه امن ذهنی دایره راحتیه که توسط مغز شما برای دور کردنتون از خطرهای احتمالی ایجاد شده. مغز شما این وظیفه رو داره که شما رو از هر گونه ریسک که ممکنه عامل آسیب دیدنتون باشه دور نگه داره. بعضی اوقات منطقه امنی که شخص در ذهن خودش ساخته برگرفته از ترس و عدم توانایی‌های اونه. به عنوان مثال، فردی که فن بیان خوبی نداره و نمیتونه به سادگی با دیگران ارتباط برقرار کنه، ترجیح میده در جمع دوستان و در مقابل افراد جدیدی که ملاقات میکنه اغلب سکوت کرده و حرفی نزنه و به این شکل اضطراب و استرس رو از خودش دور کنه. افرادی که بیش از حد خودشون رو در منطقه امن ذهنیشون محبوس کردن، همیشه ترجیح میدن کاری رو انجام بدن که استرس و اضطراب اونها رو در پایین‌ترین حالت ممکن نگه داره. این گونه افراد اغلب اعتماد به نفس پایینی دارن و به همین دلیل همیشه عقب نشینی رو ترجیح میدن. شخصی که حاضر نیست از این منطقه امن و دایره راحتی خودش خارج بشه کم کم دچار این حس میشه که توانایی عرضه انجام هیچ کاری رو نداره و نسبت به خودش دچار احساسات منفی میشه. این گونه افراد اغلب نسبت به تمام اتفاقات جدیدی که در اطراف اونها رخ میده دچار شک و تردید هستن، چون مدام استرس این رو دارن که تغییرات جدید آرامش اونها رو بر هم نزنه و راه موفقیت برای این افراد اغلب محدوده. فرصت‌های جدید رو با آسونی از دست میدن. تجربه تازه کسب نمی‌کنند و همیشه بر باورهای خود باقی خواهند موند. متاسفانه بزرگترین باور اونها اینه که استعدادی ندارن و نمیتونن به اهداف خودشون دست پیدا کنن. حالا چطور از منطقه امن ذهنی خودمون خارج بشیم؟ برای اینکه بتونید در زندگی فرصت‌های جدیدی پیش رو داشته باشید و به موفقیت برسید، مجبورید که از این منطقه امن ذهنی خارج بشید. در غیر این صورت نمیتونید به خیلی از آرزوهاتون برسید و ممکنه موقعیت‌های خیلی زیادی رو هم از دست بدید. بنابراین باید برای خروج از منطقه امن ذهنی خودتون تلاش کنید و راهکارهای مناسبی رو دنبال کنید. در ادامه ویدیو میخوام راهکارهای صحیح رو جهت خروج از این منطقه بگم تا بتونید ذهنتو در دست بگیری. اول اینکه اهدافتون رو مشخص کنید. شاید یکی از دلایلی که مدت‌هاست در منطقه امن ذهنی خود باقی موندید و هیچ تلاشی برای خروج از اون نداشتید، اینه که هرگز در زندگیتون هدفی وجود نداشته که قرار بشه برای اون تلاش کنید. زندگی بدون هدف معنی و مفهومی نداره و موجب میشه که شما هیچ انگیزه‌ای برای انجام فعالیت نداشته باشید. به همین دلیل ترجیح میدید در دایره راحتی خودتون باقی بمونید و از هر چالشی دور باشید. پس برای خودتون یک هدف تعیین کنید. هدفی که در شما انگیزه حرکت ایجاد میکنه و به شما جرأت و جسارت خروج از منطقه امن ذهنیتون رو میده. مورد دوم این که ریسک کنید و شکست بخورید. واژه ریسک برای همگی ما ممکنه عامل ایجاد اضطراب و استرس باشه. اما اون چی که اهمیت داره اینه که اگه در زندگی ریسک نکنید ممکنه فرصت‌های زیادی رو از دست بدید و بعدها پشیمونی هیچ سودی برای شما نداشته باشه. از خطر کردن هراس نداشته باشید و با آغوش باز به استقبال تغییرات در زندگی خود برید. مورد سومی که یادگیری رو متوقف نکنید. ذهنیت ایستا معمولاً متعلق به کسانی هستش که در زندگی خود تلاشی برای یادگیری مطالب جدید نمی‌کنن و اعتقادی به آموزش دیدن ندارن.
اما کسانی که همیشه سعی میکنن چیزهای جدید یاد بگیرن اغلب حسادت بیشتری دارن و راحت‌تر از منطقه امن ذهنیشون خارج میشن. یکی از بهترین کارهایی که میتونید برای خروج از منطقه امن خود انجام بدید اینه که مرتب مطالب جدید رو یاد بگیرید. هرچی بیشتر آموزش ببینید، توانایی‌های بیشتری هم کسب میکنید. بنابراین با اعتماد به نفس بیشتری میتونید از منطقه امن خودتون خارج بشید و قطعا نگرانی کمتری هم خواهید داشت، چون به خوبی میدونید که ایجاد تغییرات در بسیاری از مواقع مساویه با کسب موفقیت‌های جدید. مورد چهارم که در فعالیت‌های جدید شرکت کنید. در واقع این موضوع از عواملی هستش که دایره امن ذهن ما رو گسترش میده. بهتره شروع به انجام فعالیت‌های جدید کنید. ممکنه اول کمی سخت به نظر برسه، اما مطمئن باشید پس از مدتی از انجام اونها لذت خواهید برد. مثلا در یک کلاس جدید ثبت نام کنید و یا حتی این کار میتونه پختن یک غذای جدید باشه. هر چیزی که شما رو از زندگی روتین و روزمره‌تون دور کنه و شما رو وارد دنیای جدیدی کنه میتونه در لیست فعالیت‌های تازه شما قرار بگیره. مورد پنجم اینه که تصویرسازی کنید. موفقیت‌ها و اتفاقات خوبی که بعد از خروج از منطقه امن ذهنی میتونه برای شما رخ بده رو تصویری سازی کنید. اجازه بدید لذت تجربه اونها در وجود شما جاری بشه. این کار میتونه محرک بسیار خوبی برای شما باشه تا از منطقه امن ذهنی خودتون خارج بشید، چون شوق و لذت رسیدن به اون شرایط میتونه شما رو به سمت جلو هل بده. تصویرسازی کردن یکی از روش‌های بسیار خوبه که میتونید با استفاده از اون علاوه بر اینکه قدرت خروج از منطقه امن ذهنتون رو افزایش بدید، اتفاقات مثبت رو هم به سمت خودتون جذب کنید. مطمئن باشید که هر چیزی رو که در ذهن تصویرسازی کنید و اونو باور کنید برای شما رخ خواهد داد. مورد ششم این که قرار نیست اتفاق بزرگی رقم بزنید. بعضی از افراد فکر میکنن خروج از منطقه امن ذهنی یعنی اینکه اونها بتونن یک اتفاق فوق‌العاده بزرگ رو که مثل یک بمب سر و صدا کنه رو رقم بزنن. اما این تصور کاملا اشتباهه. برای خروج از منطقه امن ذهنی خود اول باید تغییرات بسیار کوچیکی رو رقم بزنید. در غیر این صورت مثل یه شناگری هستید که هنوز جرأت وارد شدن در آب رو نداره و ناگهان در عمق بسیار زیاد شیرجه میزنه. نتیجه چنین کاری هم قطعا بسیار خطرناکه. حتی ممکنه موجب بشه شما دیگه توانایی انجام هیچ کار جدیدی رو نداشته باشید. بنابراین اگه قراره برای خروج از منطقه امن ذهنی خود اقدامی انجام بدید، سعی کنید از فعالیت‌های شروع کنید که کوچیک باشه و ریسک اونها پایین باشه. مورد هفتم که خودباوریتون رو تقویت کنید. خودباوری یکی از عوامل مهم در بالا رفتن میزان اعتماد به نفس و علاوه بر اون یکی از اثرگذارترین مؤلفه‌ها جهت خروج از منطقه امن ذهنی هست. اینکه شما به خود باوری برسید و قدرت باور خود رو پیدا کنید، جرأت و جسارت خروج از منطقه امن ذهنی رو به شما میده. معمولاً افرادی که تواناییشون به خوبی میشناسن و مطمئن هستن که از پس کارها برخواهند اومد، اشتیاق بیشتری برای انجام فعالیت‌های جدید از خودشون بروز میدن. مورد آخر که خوشبین باشید. در اطراف همگی ما افرادی وجود دارن که فکر میکنن اگه قرار بشه زندگی اونها ذره‌ای دچار تغییر بشه و یا حتی قرار بشه کار جدیدی انجام بدن، آرامش خودشون رو به طور کامل از دست میدن. این تصور کاملا اشتباهه. این گونه افراد اغلب حاضر نیستن حتی کوچکترین تغییراتی رو هم بپذیرن و همیشه عقاید و افکار مخصوص به خودشون رو دارن که اغلب متوجه شکست و جا موندن اونها از موقعیت‌های خوب زندگی خواهد شد. نسبت به تغییرات جدید خوشبین باشید و اونها رو بپذیرید. گاهی اوقات زندگی ما برای جذاب شدن نیاز به تغییراتی داره. نسبت به کارهایی که انجام میدید باور مثبت داشته باشید تا اتفاقات خوب برای شما رقم بخورن. دوست من، امیدوارم بتونید با استفاده از این راهی که گفته شد از منطقه امن ذهنیتون خارج بشید و به موفقیت برسید.